رسول الله صلی الله علیه و سلم برای کسایی که این جریمه را ارتکاب میشن، یعنی همراه همسر خود از راه غیر مشروع، یعنی از عقب نزدیک میشن، 3 اصطلاح استعمال کرده. چند اصطلاح را؟ 3 اصطلاح. در یک حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که من اتی حائضا، اگر کسی با یک خانمی که در حالت حیض سعادت ماهوار است، یا با یک خانمی که از راه شرمگاه خلفی از او استفاده میکنه دبرش، و یا پیش کاهن میره و تصدیق را میکنه به او چیزی که گفت، میگه کفر بما انزل علی محمد، این کافر شده با آنچه که بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شد. این را کفر دون کفر میگن. این اصطلاح را چی میگن؟ اگر در جایی که گناه کبیره هست رسول الله صلی الله علیه و سلم کفر استعمال کرده، این را میگن که کفر نیست. یکی کفر است که مخرج از ملت است، یک نفر کافر میشه از دین ببره، لکن کسی که کار میکنه این کافر نمیشه، لکن گناهش چی است؟ بسیار بزرگ و کبیره هست. حکمت چیست که کلمه کفر برش استعمال کرده؟ به خاطر ازی که یکی گناه کبیره هست و یکی کفر است. ای از کفر کده پایین تر است، لکن از گناه کبیره هم کده چی هست؟ بزرگ است. این 3 عمل، کسی که امرای عادت ماهوار با خانمش نزدیک میشه، کسی که از عقب نزدیک میشه، و کسی هم که پیش کاهن و فالبین میره و فال میبینه او را تصدیق میکنه. متوجه شدیم؟ این حدیث هم که من بر شما خواندم، این حدیث شریف در شماره 522 سنن ابن ماجه هست و شیخ ناصرالدین گفته که این حدیث صحیح است. اصطلاح دومی که استعمال کرده چی است؟ که الله به نظر رحمت به طرفش نمیبینه کسی که کار میکنه. عن ابی هریره عن النبی صلی الله علیه و سلم قال لا ينظر الله عز وجل. عز وجل که میگیم باید این قسم بگیم، عز فعل ماضی است و جل، عز از عززه گرفته شده و جل از جلاله، جلاله مشدد شده. میگه لا ينظر الله عز وجل الى رجل، نظر نمیکنه الله متعال به کدام شخص، نظر رحمت نمیکنه، چقدر سخت است. جامع امرأته فی دبرها، که امرای همسرش از شرمگاه دبر نزدیک شده باشه. آداب زفاف و صحیح ابی داود و مشکات و حدیث صحیح است. و در حدیث دیگه میگه که لا ينظر الله، ابن عباس رضی الله عنهما میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که لا ينظر الله عز وجل، الله متعال نظر نمیکنه الی رجل، به یک مرد، اتا رجلا او امرأة فی دبرها، که با یک مرد و یا با یک خانم از عقب نزدیکی میکنه. پس هم جنسگرایی و بدجنسگرایی هر دویش چی هست؟ از نظر رحمت الله این شخص چی میشه؟ محروم میشه. سومی اصطلاحی که رسول الله صلی الله علیه و سلم استعمال کرده اصطلاح ملعونه. گفته سر کسی که این کار میکنه لعنت الله هست، یعنی از رحمت الله طرد میشه. در صحیح ترغیب و ترهیب روایت شده که عن ابی هریره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت ملعون، لعنت کرده شدگی هست، من کسی که اتا امرأة فی دبرها، با هر خانمی که چی از خودش باشه از کسی دیگه، با یک خانم از شرمگاه دبرش نزدیکی میکنه. الله توبه کننده ها را دوست داره. حالا اگر کسی اشتباه کرده توبه بکنه، الله توبه کننده ها را دوست داره
و یحب المتطهرین میگم. متطهرین یعنی کسایی که خدا پاک میکنن از چی؟ از گناه ها. لا یعودون فیها، و یک گناه دوباره بازگشت نمی